به یاد آورید هنگامی که از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم که جز خداوند بزرگ را پرستش نکنید و به پدر و مادر و خویشان و یتیمان و درماندگان نیکی روا دارید و هرگاه با مردم سخن میگویید بهترین کلام را برگزینید و نماز بپادارید و زکات را پرداخت کنید، اما جز اندکی همگی از فرمان خدا سرپیچی کردید و مغرورانه روی گردان شدید. و یاد آرید آن هنگام را که از شما پیمان گرفتیم که خون یکدیگر را نریزید و همدیگر را از خانه و دیار خیش آواره نکنید و شما به چنین پیمانی اعتراف کردید و خود گواهید. اما اکنون این شمایید که همدیگر را میکشید و عده‌ای را از خانه و کاشانشان آواره میکنید و بر علیه آنها تجاوزکارانه و به ناحق متحد میشوید و هرگاه به اسارت شما درآیند برای آزادیشان فدیه طلب میکنید، حالان که از اساس بیرون کردنشان از سرزمینشان بر شما حرام بود. آیا فقط میخواهید به بعضی از آیات کتاب خدا عمل کنید و برخی دیگر را انکار کنید؟ بدانید جزای کسی که این چنین عمل کند چیزی جز خواری و ذلت در دنیا نیست و به خاطر دستاوردشان در روز قیامت به اشد مجازات محکوم خواهند شد. بدانید خداوند بزرگ از عمل کردتان غافل نیست. اینان همان کسانی هستند که زندگی دنیا را به بهای از دست دادن آخرت خریدند و به خاطر این تجارت زیانبار هیچ عفوی شامل حالشان نمی شود و کسی توانایی نجاتشان را از عذاب ندارد. ما به موسی تورات را عطا کردیم و پیامبرانی بعد از او فرستادیم. به عیسی پسر مریم نیز دلایل آشکاری دادیم و او را به واسطه روح القدس تأیید نمودیم. اما هرگاه که پیامبری آمد و چیزهایی گفت که با هواهای نفسانی شما سازگار نبود، متکبرانه سرکشی کردید. سپس عده‌ای را انکار کردید و عده‌ای را کشتید. و آنها گفتند که قلوب ما قوای مدرکه ما در حجاب است. پس نفرین خدا بر آنها به خاطر ناسپاسی و طغیانشان و چه اندک است ایمانشان. و آن زمان که قرآن خداوند به سوی آنها فرستاده شد، با آنکه آن را شناختند و کتاب آنها را هم تأیید می‌کرد و نیز با آنکه خود آنها خواستار نیرویی بودند تا بر کافران چیره شوند، اما باز به پیامبر و کتابش ایمان نیاوردند. پس نفرین خداوند بر همه ناسپاسان باد. چه معامله بدی با خود کردند آنگاه که از شدت حسد قرآنی را که خداوند نازل کرده بود قبول نکردند، زیرا نمیتوانستند شاهد این باشند که خداوند فضل و کرمش را و هر کدام از بندگانش که بخواهد میدهد و به انسان خشم